سلام پدر. سلام پسرم. ماشاءالله برومند شدی. بدرود. سلام آقا. سلام بر تو و پدر و مادرم. مرا میشناسی؟ آری آقا، نیک میشناسم، چون مرحوم پدر بزرگوارتان مینمایید که رحمت. پدرم مرده؟ آقا نمیدانستم. مرا ببخشید که این خبر را این گونه گفتم. دیگری به نظرم نیامد. صبر کن، این گونه نرو، صبر کن. مرگ پدر تلخ است برای فرزند، اما همیشه آغاز دوران دیگری است. بمان، صبر کن. وقتی مادر را میبینی مردی متین و کامل باش. مواجهه با مرگ سپری جز متانت نمیطلبد. سلام بر مادرم. پیش از من به پدرت سلام کن که شایسته آن زیست و اکنون زیر این خاک خفته. چگونه مرد؟ چه کسی بر او نماز خواند؟ بسیار با شتاب آمدم اما دیر رسیدم. خبر بیماری پدر را بیگانگان به من گفتند. اگر خودی ها را به دربار راه نباشد چاره چیست؟ مادرم دست قضا مرا به آنجا کشاند. آنها تو را نمیخواهند، آموخته هایت را میخواهند. چرا نیامد؟ می آید.
پس رأی تو این است که ابن عزیز بر وزارت بماند؟ آری برادر، تا زمانی که وزیری شایسته تر از او یافت شود. نظر من این است که او را بکشیم، برود به درک، به وزارت پدرمان. وفادارتر از او به پدر هیچ کس نبود. من از نگاه کردن به او سخت نفرت دارم. وقتی در چشمانم نگاه میکند خیال میکنم از همه چیز آگاه است. خواهیم دانست. برادران، او بیش از هر کس به پدر نزدیک بود. این را میدانم. به برادر کوچکتر واگذارید. به من اعتماد کنید. مرا احضار کردید. پس سلام و درود بر 3 شاهزاده. اگر در مرگ پدر بزرگوارتان سوگوارتر از شما نباشم، کمتر نیستم. مرا در غم گرانبارتان شریک بدانید. دولت رفته او بر شما پاینده باد. این دقل لباس کبود پوشیده. ما را در مرگ پدر غمگین خواندید. این چاپلوسی است. به من واگذارید. بر آستان ماندن در شأن وزیر معظم نیست. داخل شوید. اکنون وزارت کسی را ندارم. حقیر زمانی دبیر بده پدر بزرگوارتان بود که اکنون به دیار باقی رفته. اکنون امیری دیگر زنده است. بسیار شنیدم که شاهان و امرا دبیران و وزیران خود را به میراث میگذارند. اکنون تو ابن عزیز وزیر منصور ابن نوح فرزند نوح ابن منصور هستی. پس داخل شو. جسارتم را بر من ببخشید. شاهان میراث خود را برای فرزندان ارشد میگذارند. این را پاسخ خواهم گفت، اما اکنون پرسشی دارم. پاسخ او را هم اکنون بده. قدری تأنی کنید. آیا شاه مرده در اثر چه مرد؟ در اثر بیماری. چون پزشک مخصوص شیخ الرئیس نبود، به بیماری مهلکی دچار شد. وزیر باید با شاه صدیق باشد. گمانتان را از روی صدق بگویید. پاسخ دهید. نمیتوانم پاسخ دهم. من میتوانم.
تمام است. گفتید فرزند ارشد. کدام یک فرزند ارشد است؟ او؟ دیگر تمام شد. فرزند ارشد دیگر او نیست. تو هستی. شما تعجب داشتید که چرا نوح ابن منصور میراث خود را برای فرزند مهتر نگذاشت. دیگر تعجبی ندارم. این دسیسه تقدیر است که شاهان بیش از یک پسر میزاید. اکنون که پرسش شما را پاسخ گفتم، پرسش مرا پاسخ گویید. شاه سامانی در اثر چه مرد؟ در اثر بیماری؟ نه، دو فرزندش
دو میرزاده علیه جان شاه توطئه کردند. چه شد؟ توطئه به نتیجه رسید. بر سر پسران ناخلف چه آمد؟ به دست خلف شاه رفته، امیر نو بر تخت نشسته سیاست شدند. اجساد را با مراسم دفن کنید. نماز هر دو را من خواهم خواند. حکیم بو علی سینا نباید از بخارا خارج شده باشد. تمام ولایات را بگردید. این بار او را برای امیر منصور ابن نوح بیابید. میخواهم او را به سلطان محمود ترک بفروشم. نه تو خواهی پایید نو امیر منصور ابن نوح سامانی، نه من به وزارت تو. پدری به دست پسرانی کشته شد. یکی از برادران دو دیگر را کشت. سخنی خوش است برای محمود غزنوی. راه خرمیسن کدام است؟ در پی شیخ بو علی سینا هستی؟ پرسش نکن، پاسخ بگو. مرا ببخشید دلاوران، گفتم شاید در پی وی باشید. دیروز او را دیدم، نامش را به من گفت. ما خود رد او را در این حوالی یافته ایم. همین اطراف است. صبر کنید. دهانه بکشید. تو شیخ را میشناسی؟ پیاله شیر از من ستاند و لختی با هم به گفتگو نشستیم. بار نخستین بود که او را دیدم، گفت که از بخارا می آید. شما فرستادگان شاه نیستی؟ او از آنجا گریخته. از کدام سو رفت؟ راه خرمیسن کدام است؟ از کجا می دانید به خرمیسن رفت؟ پرسش نکن. مرا ببخشید دلاور، گفت که زادگاهش افشنه است. میدانم، پس به افشنه رفته. افشنه کدام سوست؟ از این سو. برویم. تأمل کنید، هر راهی دو سو دارد. نمیپرسی کدام سو؟ به سمت مغرب بتازید. پاداش تو نیز دو سو دارد، زندگی و مرگ. نمیپرسی زندگی کدام سوست، مرگ کدام سو؟ اگر میدانی بگو دلاور. اگر شیخ را در افشنه بیابیم پاداشت زندگی است. زندگی من که در دستان تو نیست. مرگت در دستان من است. نمیدانستم با پدر خلوت دارید. شما را در بخارا می انگاشتم. خدا رحمت کند پدر بزرگوارتان را.
چه طرف بربستم هیچ وز حاصل ایام چه در دستم هیچ شمع طرب انگیز چو بنشستم هیچ خود جان جمعم گیر چو بشکستم هیچ نه سلامی نه علیکی کجا می روی؟ سلام علیکم. علیک مطلبی دارم که باید به صاحب خانه بگویم که بسیار با شتاب آمده. صاحب خانه منم. شیخ بوعلی سینا تویی؟ نه شبان، صاحب خانه منم. پس من با شیخ بوعلی سینا کار دارم. مطلب چیست؟ سربازان امیر بخارا در پیش هستند. من آنان را به راهی دیگر فرستادم، اما یکی 2 روز دیگر به خرمیستان باز می‌گردند. اطمینان داری که در پی او هستند؟ اگر صاحب خانه شیخ بوعلی سینا باشد آری. برو. بروید، مطلب را دریافتم. بهتر است من نیز بروم. دخترم، هیچ نترس. خدا با اوست. در امان خواهد ماند. نمی ترسم. برو. ولی استدعا دارم از پدرت بخواه به خانه ما بیاید. همین امشب. من نمی آیم. چون با پدر حسین عهد کردم 40 روز از منزل بیرون نروم. پیغام را خواهم گفت. تو شنیدی فراش چه گفت؟ وقت تنگ است. در پی پسرم هستند. برو. مادرم بسیار سخن دارم با تو. من هم سخنان بسیار دارم. میدانی که سربازان سامانی در پیت هستند. آری میدانم، چون از دربار گریختم. در خرمیسن تو را خواهند یافت. باید بروی. فردا صبح باید بروی. فردا صبح؟ مادرم تازه از راه رسیدم. سلطان محمود هم در پی توست. آنان از تو چیزی میخواهند غیر از تو. برحذر باش از آنان. مادرم نزد تو میمانم. افسوس، باید بروی. گرچه مطلبی مهمتر از من و تو وجود دارد. آن چیست؟ دختری که برایت نامزد کرده ایم باید تکلیفش را بداند. مادرم اکنون چه روزی است برای این سخن؟ پدرم رفته، در پیم هستند. مادرم سوگوار است. چه روزی است امروز؟ حسین، پاسخم را به درستی بگو. او را میخواهی؟ مادرم امروز چه روزی است برای این پرسش؟ در کودکی به یکدیگر مهربان بودید پسرم. ممکن است امروز آخرین روز دیدار من و تو باشد. چنین نگویید. میگویم. راهی را که تو برگزیده ای سفرهای بسیار، هجرتهای بسیار دارد. نمیتوانی هرگز جایی بمانی. علم تو قوه جاذبه دارد برای سلاطین و امرا. تو مرا به این راه رهبری کردی. پشیمان نیستم. پاسخ مرا بده. تو او را میخواهی؟ گفتی باید سفرهای بسیار کنم.
راه دور و درازی در پیش دارم که اکنون در ابتدای این راهم. همسر تو با تو باید باشد و با تو خواهد ماند. این را تو میگویی؟ کدام همسر چون تو یافت میشود؟ از جانب او میگویم. اسباب صحبت کردی؟ تو او را میخواهی؟ به خدا سوگند که میخواهم. آن یکی که اختیار دارد راجع به مبلغ سخن بگوید بیاید. مبلغ چیست؟ حکیم بوعلی سینا در اختیار امیر سامانی است. سلطان محمود، حکیم بوعلی سینا را به چند دینار زر می‌خواهد؟ 700 دینار زر. وزیر، از جانب امیر سامانی به او بگویید 7 آن مورد قبول است. 100 آن نیست. 100 را به 1000 بدل کند. 7000 دینار زر؟ گفتن این مبلغ به سلطان معظم جسارت می‌خواهد. شجاعت، نه جسارت. من میگویم ممکن است سلطان حاضر به پرداخت شود، اما در آن صورت برای تحویل گرفتن کالا بیشک خود به بخارا می آید. آنگاه اگر حکیم بوعلی سینا را در دربار نیافت چه؟ در آن صورت که توانست به دربار سامانی راه یابد، می تواند سر مرا تاوان ببرد. تاوان کم قدری است. چنانکه ترکی توانست به دربار ایرانیان بیاید، می تواند سر امیر آنان را بخواهد. آن سر را از که بخواهد؟ از خود من.
پیغام را میرسانم. دلالی 7000 دینار چقدر می شود؟ بسته به آن است که آن را از امیری بی سر بخواهید یا از من. این حکیم را بیابید. دل آن ترک هوای دیار سامانی را کرده. من نیز بد نمیدانم با او مصاف کنم. امیر برای او پیک دوستی فرستاده بود. آنگاه که امیرزاده بودم، نه اکنون. منصور، نه تو خواهی پایید نه من به وزارت امیری بی سر. کار سامان و سامانیان تمام است. مضطربی؟ آری مادرم. یک امشب قرار است همه کار انجام شود. قرار است او را برای من خواستگاری کنید. قرار است او و پدرش مرا بپذیرند. قرار است عاقد بیاید. قرار است من بار سفر ببندم و فردا صبح همراه عروسم خانه پدری، دیار خرمیسن، بخارا و مادرم را ترک گویم. آن وقت میگویی مضطرب نباشم؟ آیا به راستی آنان میآیند؟ آیا او چنین سرنوشتی را میپذیرد؟ چرا نیایند؟ چرا نپذیرد؟ اگر سرنوشت باشد که همراه عروست دیارت را ترک گویی، چرا باید مضطرب باشی؟ دلم میگوید که سرنوشت من نیست همسری اختیار کنم. سلام بر شما. سلام. سلام. سلام، صفا آوردید. داخل شوید. میدانم که رسم بر این است که داماد به خواستاری رود، نه عروس بیاید. اما هم نمیخواستم بو علی را در خرمیسن ببینند، هم میخواستم در حضور پدرش گفتگو کنیم. داخل شوید. به راستی بو علی سینا شده. دختر شما نیز زنی تمام است. دوستر می داشتم پدرش سخن می گفت. اکنون او بین ماست و سخن نمی گوید.
ولی به این وصلت بسیار رغبت داشت. حسینم ناچار است فردا خرمیسان را ترک کند. در تعقیب اویند. نمیدانم این تعقیب تا کی طول خواهد کشید. شاید تا پایان زندگیش. همسری میخواهد که در سفرها با او باشد. همسر حسین زندگانی آسوده‌ای نخواهد داشت. حسین یار هجرت میخواهد. مادر حسین، زندگانی همسر مردان علم دشوارتر از خود آن مردان است. حسین میخواهد فردا صبح عروسش را با خود ببرد. اگر دخترم بپذیرد که پذیرش وی میزان است، در سفرها با شوهرش خواهد بود، در دشواریها با شوهرش خواهد بود. اما مادر حسین، دخترم چیز دیگر میگوید. اگر آمادگی نیست، عروس بماند تا حسین روزی دیگر بازگردد و عروسش را با خود ببرد. بوعلی کی باز میگردد؟ نمیدانم. ماه دیگر، سال دیگر، کی؟ نمیداند. پس باید همسرش را فردا صبح با خود ببرد. اگر دخترم رضا نباشد، من نیستم. دخترم، اگر وصلت سر بگیرد رضا نیستی با شویت بروی؟ تا آنجا که میدانم این دو از کودکی مهرشان بر یکدیگر بوده. سرنوشت برام بوده که ما بر مزار پدر حسین گفتگو کنیم. پس در این خیر نیاورید. مادر حسین، اگر مشیت برام بوده که مهرشان بر یکدیگر افتد، من کیستم که بیاورم؟ شما دختر مرا پیوسته هم مادر بوده اید، هم معلم. خود میدانید. دخترم، به صراحت بگو، نمیخواهی همراه شویت بروی؟ اگر وصلت تمام شود، دخترم با شویش میرود. چرا میگویید اگر؟ دخترم، از دشواری ها میترسی؟ از دشواری ها و سختی ها نمیترسد، از سفر نمیترسد. مادرم، راه دشواری در پیش دارم. از گزند امرا و سلاطین در امان نیستم. پیوسته باید بخوانم و بنگارم. پیوسته پایم در راه است. شگفت ندارد که او نمیپذیرد. از مال دنیا هیچ ندارم جز چند کتاب و توشه ای از علم. مال و منالی نمیخواهد دخترم. پس چه؟ دخترم، باید خودت پاسخ بگویی. از چه میترسی؟ میگویم. از سفر، از پابراهی، از بند، از زندان نمیترسم. بانو، میترسم مانعی باشم بر سر راه او و لاجرم بر راه علم. اگر با او بروم بندی خواهم بود به پایش، اگر بمانم باز بندی. به او بگویید روزی باز خواهم گشت. میگوید روزی باز خواهد گشت. راهی که او برگزیده نباید بازگشت داشته باشد. به او بگویید تا آنجا که در توان دارم در ترفیع خاطر او خواهم کوشید. میگوید در ترفیع خاطر شما خواهد کوشید. شما باید بسیار بخوانید و بنگارید. دشواری راهی که برگزیده اید در گزند و آزار غرض ورزان نیست. عمر هر قدر هم طولانی باشد برای چون شمایی کوتاه است. در ابتدای راهی که در پیش رو دارید بندی خواهم بود به پایتان. ما را از کودکی به نام هم خواندند، اما اکنون زمانی است که باید نام را بردارید، بند را بگسلید و بروید. بر من نگیرید بانو، بر من نگیرید پدر.
همراه و همسری چون من اسارت می آورد برای شیخ بوعلی سینا. بزرگترین منت برای من آن است که شما تا پایان عمر بخوانید و بنگارید. شاید آنچه می نگارید روزی به دست چون منی نیز برسد. شما را به خدایتان و به راه دشواری که برگزیده اید قسم می دهم که جز به آن راه نروید. مرا ببخشید. بندی نبود به پایم، اما مادرم دلم میگوید سرنوشت بوعلی نیست که همسری اختیار کند.